دنیای امروزی پر از دام‌هایی است که انسان‌ها را ضعیف نگاه می‌کنند. این دام‌هایی که شما می‌بینید تصادفی جور نشده و تمام از یا به یک مقصد خیلی خاص طراحی شده. متأسفانه در دنیایی که فعلا ما زندگی می‌کنیم، انسان‌ها به طور مختلف در دام‌ها گیر ماندن. بعضی‌ها در سوشال میدیا، بعضی‌ها در گیم‌های ویدیویی، بعضی‌ها در مواد مخدر و به بهانه‌های خیلی مختلف انسان‌ها فعلا در دام‌ها گیر ماندن. فعلا هیچ کس خوش نداره که یک انسان قوی باشه، یک انسان توانمند باشه، یک انسان باشه که خودش تمام خواسته‌های خودش حل کنه، نه یک انسان دیگر. و به خاطر همین دلیل در این ویدیو امروز براتون 5 عادت مزخرف را معرفی میکنم که اگر از آن دوری نکنین، مثل 90% از انسان‌هایی که فعلا در این دنیا زندگی میکنن غرق دام‌های مختلف باشن. و کوشش کنین که از این 5 عادت که براتون میگم حتما دوری کنین. اولین عادت بد را که میخوایم براتون معرفی کنم رفاقت بازی و دوستی بیجای است. انسان‌های امروزی در انتخاب کردن دوستای خود خیلی ضعیف عمل میکنند و برایشان انتخاب کردن دوست یک چیز خیلی عادی است. ببینین، میخوایم براتون خلاصه کنم. انسان‌های بزرگ جهان بالاترین ضربه را از دوستان خود دیدن و مردان اصلی میفهمند که چگونه و چی وقت دوست خود را انتخاب کنند. من ایره ترجیح میدم که تنها باشم و قوی و سربلند به جای از اینکه توسط دوستای بد کنترل و از بین برم. منظورم درست درک کنین، پیدا کردن دوست صحیح در این زمانه کار خیلی ساده نیست و دوستانتان را باید خیلی به دقت انتخاب کنین. و ایره به یاد داشته باشین که هیچ انسان بدون مطلب همراه شما یک جای نیست. هر انسان که همراه شماست با یک مطلب همراه شماست. دوستان خیلی کم پیدا میشه که بدون مطلب و به خاطر دوست داشتن شما همراهتان باشه. و براتون جدی میگم در انتخاب دوست خیلی جدی باشین. عادت بد دوم که براتون معرفی میکنم بارها گفتیم و باز هم میگم و هیچ وقت از گفتن از این گپ خسته نمیشم. سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی. جدی بگیرین، سوشال میدیا مثل یک تبر است که شما در پای خود میزنید. مثلا شما برین در یک رستوران، شما برین در یک جیم، شما برین در یک مکان عمومی و ببینین انسان‌ها را که وقت نان خوردنشان است، اما وقت نان خوردنشان در موبایل مصروف هستند و در موبایل غرق هستند. انسان‌ها وقت تمرینشان است که باید او وقت تمرین کنن اما در موبایل مصروف هستند و وقتشان موبایل گرفتن. در جایی هستند که باید با فامیل خود ارتباط برقرار کنن اما وقتشان موبایلشان گرفته و در موبایل غرق هستند و هم ناحق. من نمیگم که سوشال میدیا همیشه یک عادت بد است، اما انسان‌های وجود داره که از سوشال میدیا به خوبی استفاده میکنن، از سوشال میدیا عادت دارن، کار میکنن و خیلی سهولت‌ها براشون سوشال میدیا ایجاد کرده. سوشال میدیا یک چیز بسیار خوب بوده میتونه، ولی اگر بفهمین که چگونه ازش استفاده کنین و همیشه از خود بپرسین که من از سوشال میدیا استفاده میکنم یا سوشال میدیا از من استفاده میکنه. هیچ کس در این دنیا شما را مجبور نکرده که یک محتاط باشین. هیچ کس در این دنیا به خاطر یک کار بد شما را مجبور نکرده. هر کار کردین خودتون کردین و به دسته خود کردین. و تنها کسی که میتونه شما را تغییر بده و شما را به قله‌های موفقیت برسانه و شما را یک انسان خوب بسازه فقط و فقط خودتون هستین. خودتون بخیزین و خودتون درک میکنین که چقدر در خوابتون تغییرات خوب آمده و بفهمین که فرق بین خواب و خواب با کیفیت خیلی زیاد است. و به خاطر خواب با کیفیت حتما این قانون سرتان تطبیق کنید. پنجمین عادت بعد که میخوایم براتون معرفی کنم کنترل نکردن احساسات است. انسان‌های موفق هیچ وقت احساساتی نمیشه و در کار خود بهترین تصمیم‌ها را میگیرند. به این معنا نیست که انسان‌های موفق هیچ وقت گریان نمیکنن، انسان‌های موفق هیچ وقت احساساتی نمیشه. ولی کنترل کردن احساسات یک برد خیلی بزرگ به یک انسان است. اگر تونستین که احساساتتان را کنترل کنین، بفهمین که در زندگی یک برد خیلی کلان را تجربه کردید.